چی میگه این؟ کیسه کشه عزیز، میدونم خودتونم واسه اولین بار 90 دقیقه نشستید و دوست داشتید که ببازید و نخورید بلند، ولی الریان زرنگ‌تر بود و باخت و شما رو فرستاد جلو. حالا شما یه بازی رفت و برگشت با النصر که میتونه یه نتیجه جذاب دیگه رو مثل بازی با العین واسه ما پرسپولیسیا رقم بزنه. حداقل قبل از اینکه مال النصر رو بندازی گوشه لپات، یه نگاه به نتایج درخشانتون جلوی این تیم می‌کردی. ولی اینکه هم خودمون سود کردیم، هم باعث حذف شما شدیم، یه لذت دیگه ای داشت. کوشتی از آسیا حذفتون کرد، دانشگر از جام حذفی، زکیپور هم همچنان داره شورتشو براتون در میاره. منتظر بودی با آفساید احتمالی رامین مزه بریزی که پاس گل دومو داد و بازم قهوه‌ای شدی. هواداران پیروزی میگن امسال تو بحران بودید و نتونستید بیایید بالا. شما تو آسیا 60 سال تو بحرانی. با 9 تا مصدوم و بدون سرمربی شورت شما رو از الریان پس گرفتیم و رفتیم مرحله بعد لیگ نخبگان. شما هم 3 میلیون دلار پول باختال رو دادید و از پس نونهالان النصر برنمی‌آمدید. به نظرتون معیار تیم‌ها کجا مشخص میشه؟ معیار تیم‌ها تو آسیا مشخص میشه. ولی شما تو آسیا فقط انحصار فروش تن ماهی پیروزی دستتونه. ما مرحله بعدی لیگ نخبگان رو میریم استادیوم از نزدیک می‌بینیم. شما هم بشین جلوی تلویزیون نون و ماستتو بخورید. این جدول هم همونه، آخرش میشینی جشن صعود ما رو می‌بینی.